بچه این روزا تو اینستاگرام پر شده که به خمیرتون شکر اضافه کنید تا برجسته اجرا بکنید. بیاین با هم دیگه امتحان کنیم ببینیم چه شکلیه. 2 ردیف خمیر میذارم. یکیشو با شن سلیس امتحان میکنیم، یکیشو با شکر. بچه این شکره و این هم شن سلیس. ببینیم که کدومش کیفیتش خوبتره و کدومش با دوامتره. بریم سراغ شکرمون. بچه ها همونطور که میبینید شکر داخل خمیرمون باز شد. چرا؟ چون بافت خمیرمون داخلش آب هست و این شکری که داخلش هست آب شد توسط اون آبی که تو بافت این خمیرمون هست. و اما خمیر ترکیبیمون با شن سلیس ببینید که هنوز فرم خودشو داره و خودشو حفظ کرده. پس بهتون توصیه میکنم هیچ وقت از شکر داخل خمیرتون استفاده نکنید. آموزش کامل کار با شن سلیس رو داخل دوره فورس میت بمونم گذاشتم براتون.